لازم میدونم به ملت بزرگ ایران تبریک عرض بکنم. چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست. رژیم صهیونیستی بدانه که تعرض به جمهوری اسلامی ایران هزینه برای او ایجاد میکنه، هزینه سنگین برای او به وجود میاره و ایجاد میکنه و به حمدالله این اتفاق افتاد. افتخارش متعلق به نیروهای مسلح و مردم عزیزمون هست که این نیروهای مسلح رو از درون خود ایجاد کردند، تربیت کردند، پشتیبانی کردند و دست اونها رو برای انجام یه چنین کار بزرگی فراهم کردند، قوی کردند. تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردند که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است. به طور مستقل به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه، پایگاه العدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد. در آینده هم این حادثه قابل تکرار است، در صورتی که تعرضی که رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود، تسلیم بشه. بحث غنیسازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم فولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند.